صبح امروز هم محمد رضا صباغیان، مصطفی کواکبیان و عباس مقتدی با حضور در ستاد انتخابات ثبت نام کردند. روند به هیچ احدی دیگه رأی نمیدیم. رأی نمیدم. نه اشتباه کردم. اتفاقا رأی دیگه نمیدم. چرا در مورد ایران همیشه وزرای خارجه‌اش باید این حرف رو بزنن که ما فشار جهانی علیهمون هست؟ نه ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. این دفعه هم انشالله به توفیق الهی همینجور خواهد شد. مردم انشالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلام. میهنانی که در طول بیش از 2 دهه من رو دنبال کردن، موضع من رو راجع به اصلا انتخابات یا بهتر بگیم انتصابات خوب میدانن که به نظر من این در شأن یک انسان و کرامتش نیست که وقتی رأیش به حساب نمیاد و کوچکترین اهمیتی نداره آلت دست یک نظامی بشه که بخواد ادعای مشروعیت رو بر مبنای مشارکت مردم در یک انتصابات قلابی داشته باشه. برای همین از روز اول مخالف هر گونه شرکت در انتخابات بودم و هیچ فرقی در قضیه نمی‌کرد. و بالاخره امروز خیلی ها من جمله کسانی که تا دیروز خودشون جزئی از این نظام بودن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که باید چنین انتخاباتی تحریم بشه و صدای این که ما کلیت نظام رو زیر سوال میبریم. صحبت بد و بدتر دیگه نیست، صحبت اصلاح طلب اصولگرا دیگه نیست. به قول خودشون تمام دیگه این ماجرا و باز گذر کرد از جمهوری اسلامی.